در 14 سال حیاتم صاحب یک فرزند یعنی بچه شدم که زمانی تولد مادر این فرزند سر فرزند رفت. خیلی عذاب و غم داشتم، لیکن غم و دقتم را با این فرزند بی مادر خاموش میکردم. این غم کمی در یاد فراموشی بود که این بچه هم در 10 سالگی از بیماری گذشت. بسیار غمدار هستم. برای دلبرداریم چیزی از 300 کیلومتر راه دور آمدم. دنیا در نظرم گشته است و تماما آرام نیستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. برادری خیلی عزیز و گرامی، الله در قرآن میگوید هر مصیبتی که به سر فرزند آدم می آید یقین داند که به اجازت من می آید. هر حالتی که شما روبرو می شوید الله می گوید برپا کننده همون حالت من هستم. از این خاطر یگانه ما باید در قضای پروردگار فقط راضی باشیم. و جز راضیگی دیگر ما هیچ قوتی نداریم. حضرت عباس روایت میکند در کتابها که مثل این پدری گویم میوه دل خودش گم کردگی، وقتی که سفر دراز کردن و وقتی گشته آمدن به خانه، از پیش راش یک خوش خبر یک شخص برآمد. گفت ای عباس، ای ابن عباس، میدانی که در خانه تو مصیبت شد. گفت چی مصیبت آمد؟ گفت همو فرزند یگانه ای که داشتی، همو فرزند یگانه از دنیا گذشت. ابن عباس که خیلی سالهای طولانی فرزند خود از دیده بود، از پایان شد. میگوید طهارت کرد و نماز خواند. وقتی این مرد عملهای ابن عباس دید در حیرت ماند. گفت ابن عباس، من تو را به مصیبت گفته ایستادم، خبر مصیبت میدهم تو باشی نماز میخوانی. گفت ای بی خبر، پروردگار در قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. این کسانی که ایمان به پروردگار دارید، وقتی که بالای شما مصیبت می آید، شما یاردم این مصیبت فقط به صبر، فقط به نماز گذرانید. شما نماز خوانید، از پروردگار کمک و صبر در این مصیبت طلب کنید، خدا همراه شما است. به این خاطر برادر عزیز و گرامی، بسیار خوب می شود که همیشه با نماز باش. هیچ وقت دلی خود از این دنیا خنک نگردان، هیچ وقت ناآرام نباش، هیچ وقت ناراضی نباش، بلکه همیشه شکرگزار به سوی پروردگار باش. همیشه با عبادت باش، از خداوند باز زنی صالحه و باز فرزندای خوب طلب کن. خداوند قادر است هر آینه برای تو از این دیده بهترش باز نصیبت میگرداند، از این دیده باز خوبترش برای تو نصیب میگرداند، اگر این معامله که خداوند برای بنده فرموده است اگر از این معامله دور نشود. حضرت عروه ابن زبیر حکایت میکنند که بسیار وقتی که پاش درد میکرد، بسیار ناراحت که شد، ویم یگانه فرزند داشت. فریاد زد، گفت رو، گفت برای من طبیب بیار. گفت وقتی طبیب آوردن، حضرت عروه را ابن زبیر گفت یگانه این پای بریدن در کار، دیگر هیچ راه ندارم. عروه گفتن من تیار هستم. مرحمت گفت. طبیب گفت پیش از آنه که من برای تو یا پیش از آنه که این پای تو را من قطع کنم ببرم، باید که تو از این موادی که تو را بیهوش میکند استفاده بری.
عروه گفتن هیچگاه من از اجر و از پاداش پروردگار خودت دور نمی کنم، فقط حالتی که من التحیات می خوانم همین پای من رو بذارید. چگونه نمازهای عاشقانه داشتم. وقتی من التحیات لله و الصلوات و طیبات، وقتی این جمله های زیبا را وقتی که خواندن از سر کردم، شما بریدن پا را سر کنین. در او حالت من دیگر حس نمی کنم. حبیب گو میلش وقتی حضرت عروه میگوید در خواندن همون تشهد نماز آغاز کرد، بریدن پای سر شد. فرزندش که میگوید دیدن این حالت که هیچ قوت نداشت، در حال میگوید بیرون رفت و حتی میگوید از بیرونم بالا یک بانگ بلندی برآمد تا این جراحی پدرش انجام یافتن. وقتی که میگوید فرزند که خودش را گم کرد، حالت پدر که دید بسیار ناراحت شد. شاید که یگان دورانی سر شد، میگوید و از همو بلندی آمده در زمین زد. شریکانی میگوید عروه در بیرون بودن، در حال میدوند میگویند که بچه عروه از دنیا گذشت. خود در درون خانه جراحی دارد، بیرون فرزندش از دنیا گذشت. دو مصیبت بالای عروه آمده. لیکن دوستان خدا را ببین چگونه این مصیبت ها را استقبال میگرفتن. وقتی کار انجام یافت، رفیقای عروه میگوید خانه در آمدن. گفتن عروه گفتن